هلن جان هستید می؟ سیاره؟ سیاره اداری خونه یگان کس هست؟ وای خاله فاطمه السلام علیکم سیاره. السلام علیکم خاله جان. درست می؟ صحت سلامت هستید می؟ بچه تون نغز می؟ زنگ زده میسر. جان جانم در کجا؟ در حولی و یونوچقا آب میدهد. هم تو گیر. از کثافتی امتحان ها دستش نرسید که در وقتش آب دهد. همه جا خوشی در رفته است بید. امان امان بیایید مهمان آمد. خواهش کنی سیاره بانو چی حال داره؟ سلامتیتان در جایش جنم نقش شدن؟ شکر امسال بد نه خاله جان. تو سیاره بانو خودت را اینقدر عذاب ندی. دختر به دختر گشته در درون یک استکان جرغات 4-5 شبش جا کردی از کسلیشان نام و نشانه هم نمیماند. چقدر میخورد این سیکی نکک دیگی وای نمیفهمد. پارسال جیان من هم زرپروین شد. داماد به چراگاه بالا رفته با 15 سامان 5 شبش خریده آمد. هر کدامش 3 سامانی. ای دپیتیت برای منم قیمت است. در اون یه بوتیلکا گرفته آورده است. گفتم ای ناسقص العقل دوتاش را از اونجا گم کرده است. اما دوتاش را گفتم در تگی کشت میماندی می آورده فربه میکردی نمیشد. چی میگوید؟ میگوید که ترسیدم باز نگذارم. یک وقت از این جانور برای خلاصی نبود. انا اکنون یک تاش را برای دارگی نمی آوید. من همیخه یک وقتا به 3 سامان البته 2 تا مرغ کپ و کلا میگیرید میخورد یک 3-4 روز. جانم بله السلام علیکم. خاله فاطمه تشریف آورده. السلام علیکم. یک وقت ها مردم این دو دهه همچون یک عائله زندگی میکردن. انا اکنون 2 قدم راه به نظر قدما 2 روزه راه مینماید. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ نه شو یکک آمد. مرحمت ابو من از خوب کنی جیان جان سیاره بانو سونکه ها رو بیار خوب یاردم کن یار گرم کن حولش برامده است با خونم نشود هنی مون اینجا من دنبه ها وای هنوز از گرمی حالش میبرم. ها از دیگ برآورده ایستادگی بودم که جیانم با موتورسیکلش آمد. غیر سوار شدم و خیست آمدم. گیره بیا اینقدر سر و سیما برای چی؟ دنبه ها چکیده ایستاده جیان جان عزیزم چی گویم شما با خیلی اینجا سر و سیما نمیشوی. من اینو بینه با دست و با پنجه با سنبوسه پخته حرکت رحمت بچه رحمت کنی کشو همیشه کشو بینیم از زمستان من یک گوسپند سیاه فربه کرده موندم. انا بعد حاضر کشتم زبانکش وای گزک میشد. دنبه هاشم تو بریده در یک دامون خورده میشیدتونم تو من همه قیمق آوردم. درونش با اصل توزه هم هست. تشویش بالای نان کشیده با نام خیشکیده چویکوی گرم به خورید فایده دارد. صحت سلامت میکند آدم برای سلامتی. رحمت خاله جان. رحمت جانکم رحمت. خیریت که آمده نباشد امی خیشتان شما سهل رنجیدگی. اینش باز برای چی؟ بیا مان حالا موریدش نیست. نیده؟ گپ میزنم. پارسال همین جیانتون 3 ماه در بیمارخانه خواب کردن. قریب بود که جان به حق سپارن. خیریت دخترها زور برآمدند و زنده من مرم بیخبر موندیم جیان جان. میگم که 2 قدم راه لیکن آدم خبر نمییابد که در این دنیا چی گپ است. پسرتون مایم میبخشید همراه همسنفانش قریب هر روز به بیمارخانه رفته و رو خبر میگرفت. نه خود نگفته باشد. حالا استید خونه روم من جزایش را داده میمونم باید. هیچ گپ تشویش نکن. مایم میبخشید که خبر نگرفتیم خیریت که نجات یافتیم.
همین شوهر منم گوید سحری بر وقت که بر آمده می رود نصف شب گشته بیاید. همین خیلی دنیا آمدگی. همین خیلی. یک گپ گویم و گذشته سلامت. بیایید برای صحت سلامت از بیمارخانه بر آمدن جیانمون یک خورسندی میکنیم. کنی استکانکات گیر بچه. تشویش بسیار کشیده و اینقدر چیز چاره چی لازم؟ همه کش لازم شده میموند. به نزدیکی بچه‌تون به تعطیل می آمده است. جوره های بسیار دارد. در یخدان تل چینده ماند خورده میشینه در کار میکنه. خیلی جذاب میشه. جنجانک عزیز و مهربانم خری فراموش میکرده من همینکای گیرید گوید با میشه این کمش من اینش شای پولی 100 سومانک چه 100 سومانک؟ خاله جانم آمدن که صحت سلامت از بیمارخانه بر آمدنتان رو تبریک گوید. بعد آخر نخوادیم که خود نخواه ما خیش و تبار باشیم شما همین دو سه پول گویده. هزار رحمت. رحمت شما باید. همین بچه ناشد ما خیش شما میخواند. احمد؟ احمد جانم. وای بر این تنبل، وای بر این بی سر، وای بر این بیفهم. فقط خودش. اگر خاطری شما نمیشد دودی پاپیروسش به فلک میرسد، شراب میخورد، درس گوش نمیکند، خوشش بیاد درس پرتافته میرود. از همه بعدش این که بچه های دیگر ویران میکند. بچه دیا بچه چی کار میکنید؟ حتی دیرکتر دایم تانه میکرد که خیشت بین. هرچی هم نباشد جیان جانم خیشی خودتون همه ما نغز میدانیم که شما از صنف 1 تا 11 دست او را گرفته برداشته آوردید. انا اکنون به اینستیتوت داخل شود شاید این که عقلش میدر آمدگی. هیچ باورم نمیآید. خیلی نگویید همه ما از یک اولادیم. خب مقصد چی؟ التماس ما همین که جیان جانکم همین جیان ناشد شما را بیایید همه کسا به اینستیتوت داخل کنیم. اگر وای حاضر به اینستیتوت داخل نشود تیرمو او را با اسکری میگیریم. گریه نکنید خاله جان، گریه نکنید. حاضر برای به اینستیتوت داخل شدن حجت های مکتب بسیار هم اهمیتی کلان داشتند، یعنی که بهاهایش باید 3 نباشد. لیکن شما از زبان مادری به وی بهای 3 مانده اید. جیان جانکم اگر اما بهای 3 4 یا 5 نشود حجت های بچه مرا قبول نمی کنم. خاله اوی کلوخ است، دانشش به بهای 1 هم نمی ارزد. رحمت گوید که من 2 نماندم. این خیل نگوید عزیزم. اخی شما خیش و تبار است. اگر در همین شب و روز خیش و تبار یک دیگریش را در همه جا تیله نکند دیگر یگان کس شما را مرا صاحبی نمی کند. دانسته باشید منو می بینید پگاه وای هم صاحب منصب بشد. انا دیدید که وزیر شد. وزیر شد. انا بعد دستی شما را وی البته میگیرد و یاردمش میرسد. خاله جان گفتم که وای عموما حواس خواندن ندارد، کارش دائم آواره‌گردی، نه حرمت کلانم میداند نه حرمت خورده. نه همینه کم بود که باز من نیمجان و لنگه تیموری لنگ گویا لقب مانده است. کتاب نمیخواند، تئاتر نمیرود، با زبان تاجیکی همه خیلی گپ میزند که گویا که
گویا که رابینزون کروزا باشد. اگر باید گویم که ای اقلا زبان تاجیکی رو دان، میگه که معلم همین زبان تاجیکی با کی در کار. اگر باید گویم که امروز زبان تاجیکی رو فراموش کنی تو پگاه وطنت رو گم میکنی و میگه که معلم همین کار شما چی؟ با این خیلی بچه چی جواب میگوید؟ ستاکتون شوم جیان جو، گپی به وی به عقل را گوش نکنید، گپی خالاتون را گوش کنید. آخر ما یکا و یگانه فرزند داریم. التماس جیان جان یاردم کنید. دیرکتر میگوید که همه کار به شما وابسته است. آخر وی آدم بیگانه باشد هم به من رحمش آمد. التماس میکنم جیان جان یاردم کنید. اگر در همین خیلی روزها خیش و تبار یاردم نکنند، آوه خیش و تباری چی لازم؟ پولته اکنون ادا چی شد؟ خودت را به دست گرد. هیچ واقع نه. در اینجا آدم را با 100 سامان خریدن ممکن نه. خیر اگر کم باشد او گپ زن، من باز دارم 100 سامان دیگر میگم شما. چی دمتا گیر؟ توبه کردم بابای چی شد؟ باید در دست گیرید میان. یک کلمه دیگر از زبانت شنوم میلیسه را جغ میزنم، با حبس خانه میفرستم. برای چی حبس میکرده؟ برای پاره. گمان میکنه که من هیچ را نمیدانم. نمیدانم که چقدر صاحب 2 ماشین شده. همه این پول از کجا؟ از کجا؟ یادم گویم کاری تو نباشد. از خانه. از خانه. یک خانه در اینجا، یک خانه 2 قبطه در شهر. همه این پول از کجا؟ خیالت که من نمیدانم. از کجا؟ بکردم سیاره بانوی تماما دیوانه بود است. عقلش در جایش و در جایش نیست. ای مامان با گوش کن، بها ماندن نمیخواهیمی؟ ای نمان، فقط مرا به حال خودم گذار. دانسته باش که من از کسلیت خبر داشتم، لیکن به خود تصور کردن نمیتوانستم که تو امان تماما جینی شده ای. ابله! من پاره میداد است. آدم شیافت پیسرش یکو باش گذرایو، من با وی بهای 5 مانده 100 سامان میگرفتم. این منو به تو چی قدر دیوانگی بکنید؟ 100 سامانی در کوچه خواب در رفته است. گپا بینید چی وجدان من در کوچه خواب رفته است. آ دیگرها میگیرن کو، هیچ گپ نیکو. بگذار گرفتن گیرم. یک روز نه یک روز حق به حق داد میرسد. چیزی حرام از بینی کس میبراید. این نخواد من از جنگ، از بین 2 آتش برای آن جان به سلامت بردم که امروز پاره گیرم. 100 آفرین، بر دشمنان یک خودت غلبه کردی. صبره، آخر یک خودت اندیشه کن. من دین اکت با او به زور بهای 3 موندم و امروز به جای وی 5 مانم بوده است. آخر با کدام چشم بعد از این با چشم دیرکتور جوان شاگرد خودم نگاه میکنم، با چشم طلبه ها بعد من چخیل مینگرم. آخر وجدان من چی میشود؟ نخواهی؟ نه، خودت
با دست گیرو عصبی نشم. چی خیلی عصبی نشوم. در جای باش یک فلوس نیست و از خودش اولیا میتراشد. اومدی جانی اوچا جگری اوچا قلبی اوچا دیوان اومدی. آمان پسرم آمد آمان. قلبی اوچا جونی. انا این گپی دیگر. سلام دادا جان. سلام. روچتم. همیشه آماده خدمت. رفیق فرانتی با شما چی شد؟ اینه شدی. دادا جان. اینه شدی. سیارم تو باید نگاه کن تا آمد دیگر خشت جوان مرد شد از پسری من. امیر باشه این پریزار کی باشه؟ چی گویم؟ با پدرم تعظیم کن. من گفتنه که شناس شو. این کس پدرم و اون کس مادرم. نامی من اصل. بسیار نام زیبا. شما یک جایه در اینستیتوت میخوانید؟ نه من در دانشگاه طبی میخوانم. شما هم در مسکو؟ ها. از هفته شما از این جاهایی نه؟ نه من در شهر زندگی میکنم. بس کن امان امتحان نکو. خالی هم تو جواب برم نکو. گذار شیر شر ندار شیر چای میدوشی. دادا جان اوچا جان من با شما مکتوب نوشته بودم نگرفتیم؟ لیکن پول نیافتم که کنورت خرمو با پشت فرستم. شوخی میکنه. اوچا جان خودت آمده است. دادا از بس که مکتوبی من بسیار جدی و مهم است اصل رو پاسبانی خود گرفتم. اوچا جان اوچا اگر شما مقابل نباشید مکتوب رو میخونم. خونم چیه؟ خون مکتوب جدید رو خون گوش کنیم کوچ خیلی. سلام پدر و مادر محترم من. سلام. شما نغز هستید؟ صحت و سلامت هستید؟ احوال من نغز. کورس یکمی فاکولتت فلسفه یونیورسیته مسکو رو با بهای اعلا تمام کردم. سیارا دیدی؟ آفرین بچه آفرین. اما دلم همیشه غمگین است. غمی شما رو میخورم. اوچا جانا کم باشد همیشه از درد تربات شکایت میکند. راست. هیچ کس نیست که از حال و احوال شما خبر گیرد. من شب و روز در همین فکرم. اشتهایم گم شده است. خرابی زور رکی اوچا جوزکی اوچا جان خودتان رو به دست گیره جسور شوید اوچا. دادا جان اما من وقتم رو در اینجا بیهوده نمیگذرانم. کلای پوچ من طرف بیشتر عقل میگیرد. من دندان به دندان مونده سرم را از کتاب نبرداشته اثر فریدریخ انگلز پیدایشی آیله رو مطالعه نمودم. آفرین بچه. آفرین. دادا دقتی من رو بیشتر از همه فصل آیله به خود جلب کرد و در این وقت فکری به سرم اومد که اوچا جانی من محتاج دستیاری است. دستیاری که باید خانه رو نگاه و بین کند، خوراک پزد، لباس شوید. این است علم بزرگ دادا. مرا به جستجوی عروس هدایت نمود. شیطان دادا بعد به اینستیتوت طبی رفتم و با استودنت که از همه زیباتر از همه با عقلتر شناس شدم. نامش اصل است. او را دیده دست به سر سینه زدم. 1000 قسم خوردم وفاداریم را اثبات کردم.
دختره که بیچاره سر و کلوبش رو گم کرد و توبه من شد. من او را گرفته به اینجا آوردم. برای با دقت گوش کردنتون تشکر. شیطانه. او چرا جیم نشسته؟ او روی مولچه بسرش پرتوی و از اون شما میشوم. چی شخ شده ایستادی؟ آخه قبول کن. گرنگ شده است. سر کلوبم رو گم کردم. او تو جشته یمان. او چکار کنم؟ کارم صندوق را کشتم. روی مالی 5 سال پیش خریدگم را گرفته بیا. همین را براقتر گوید. بسر عروس بمانه. ای مامورم بچیم با. وای چه خسرویم. عزیزه که من صاحبین خونه بود در شب. انا همه انا کنی بگذار خانم توی خانه شما. عروسکی ای یگان کار از دست نمی آید. او جنبیدن گیر انا من نگفته خدا در آمده می آید. ای خودم را دو بولا کرده نمیتونم. بردار. کنی؟ یارانه کلید یارانه گردشتی بالا کلید فرارانه عروسی ما ناز داره کلید با او راز داره گردشتی بالا. واه اینا بینده کویا زده استی. 5 سال باز که خواب است کویا آن طرف ایستد دیو و عجینه در آمدنش ممکن بود. بس کنه تستر گلیم رو ویزون. یارانه کلیم بیارانه در دشتی بالا کلیم فرارانه عروسی ما ناز داره کلیم با راز داره در دشتی بالا کلیم. واه موهیره لبای او یک گوشه قالی قطع شده است. کی قطع شده است؟ انا بی یو پیرمی او چنان ترسونده که او مخرگی رو کوب راست می شود. مخرتی من دشتی بالا کل فران عروسی ناز داره دشتی بالا کل فران عروسی ما ناز داره. باز چی شد؟ ای خدایه شین جانم بلا زنم این قالی نو رو تو از کجا یافتی؟ همون کونهش هم شدن بگیری. وای انگوشت بایسته بلا زنم. او تو کی با قطاری آدم ها میدروی ای خدا قالین کونه رو دیده چی فکر میکنن جانکم؟ تو چی فکر میکنی که قالین کونه رو دیده دخترمونو برگرداده بفرستم؟ اوی جانکم او قالین نو رو دیده آیله درست بودنمون رو پای میبرد و قالینه بیشتر میدین. او هیچ کس پیش آدمانی به آبرو شرمنده شدن نمیخواد. غیر از این بگذار فهمن که ما دخترمون رو با چگونه قالین گسل کردیم. ای کاری اونو با توفای ما چی؟ ای گپش بینیده ای پگاه خودش در تمام شهر آوازه می شود که متهم خسیس دخترش را به جاز گسل کرد. ای کلانایت شنوند که تو خسیسی از دل میگذرانند که از این خسیس به کی فایده. ای تو را کلان شدن نمیمانند. اون مرا کلان شدن نمانند من دیگر با تو در کار نیستم. ای گپ کمتر کنو گیلم را بیزم. گوش کن جانکم گفتگی بریم خدا که آمدن باز قواق انداخته نشینی فهمیدی؟ عاقلانه گپ زن باز قده یکمه گرفته خوابت نبرد. مینبه تو خسور هستی و یا تو رو همه طرفه میسنجن که چگونه آدم هستی. دخترمون رو شرمنده نکنی. کاری کردن در کار که هم توی نقص گذرد و هم به خودمون یگان چیزی درست‌تر ماند. فهمیدی جانکم؟ اگر دخترش شوهر نمیکرد و در خانه پیر دختر شده میمون چیکار میکردی؟ درست صد شکر کوبی دخترمو با ایله نازفتید. درست جانکم. دومود استودیت فیلسوف در مسکو تحصیل میکنه. درست
پدرش معلم با ابرو میگویند که مادرش دکتر بوده است. اگر به یگان حرامزاده کوچگر میافتی چیکار میکردی ما؟ این خرسندیت را با آدم ها نشان نده. این برعکس به خدا گوی که اگر شما نمیشدید این دخترمان این استود را تمام میکرد، کارهایش پیش میرفتن. شما باشه و این را فریب کرده، حتی از پدر و مادرش نپرسیده او را دزدیده. شما را سود کردن در کار، انایی خیلی ترساندن لازی. بیا بس کن ماهیره، این اینستیتوت تمام کرده چی میشد؟ خیلی از شو میکند میرد. بس کنه. این گپ را خدا شنود، نرخ دخترمان 2-3 مراتب پس میفراید. نخواد شما نفرد. چی؟ تو عقلت خوردی؟ تو چی؟ ویا در سودا زده نی تو؟ نه، عقلم را نخوردم، سودا کردنی هم نیستم. آخر این سنت از قدیم میراث مانده است. 9 ماه و 9 روز وی را در بند جگرم گرفتم. 18 سال دیگر تربیه کرده به بایه رساندم. ای خودم نخورده و نپوشیده همه چیز را به وی دادم. عذابی تربیه را نمیگوید، عذابی مهنت را نمیگوید. فقط یک موزش 150 سامانی میستد. ویش چی نام داشت؟ وی در بدن میچسبیدگی. جیسی رو بگوی؟ نه دیگرش. مدام ده؟ آخر وی 250 سامانی میستد. ای خدا من اینقدر عمر دیده از 50 سامان قیمتر چیز را نپوشیدم. عذابی تربیه را نمیگوید، عذابی مهنت را نمیگوید. بگا یار و دوست، خیش و تبار، خودی و بیگانه به خانه امان می آید. در پیششان چی میمانیم؟ یک ماهانه قاق تو بکی میرسد، از دستی ما دزدی ناید، حناتی ناید. یک ماهانه قاق تو بکی میرسد. گیره نکن، بس کن، میخطه. حاضر جانکم. یار یار یارانه کلی بیارانه در دشتی بالا ملگه عروسی ما ناز داره نازه کلین با راز داره. بلا زند این بولی کیا. عموماً تو مردک هم نیستی. چی؟ مردک هم نیستی. اوما مردک نباشن توی کودکای از کی تولد کردی؟ کنی گم زن تو؟ بس کنی، کنی با قرار آمده. انا ما مخروطه. انا نیک یار یارانه کلین بیارانه. بیبی جان مخ کوفترمو در کار مخ. ای بی دخله، ای بی دیوار، ای بی کی جانم، ای بی دیوار. از پولمیات هم که پرانی نمیدروید. بعضی آدم ها گردن شخ برین سخت نمیخید. کی گردن شخ؟ من حوزی به تو گردن شخ را نشان میدهم. کنی اومدند. با فکرم خدا اومدن. گوش کن جانکم، تیستر شیمکستمی نوت را پوش گلست کتبن. فهمیدی؟ رفتیم تو تیار بی؟ تیار خوش. چیه؟ این توی تو نیستی؟ چی شده است جانکم؟ هیچ گم نه، لولی تپا تیار. یه تو از خد نگذاران خیخی. گوش کن، گپا کمتر کنو. من میخوای دردی من یوزیده خوابیدن که. فهمیدی جانکم؟ گوش کن، من گازیت را خوندن که خدا که آمدن با کودک بر این از جای جایده نخیزی. فهمیدی؟ اول بانا انمی خیلی نگاه کرده با دقت. فهمیدی؟ سلام ده. سلام. این خیلی اینتلیگنت نه. ای یک باره آنه زارشان نشان دبونم چی یک باره. اوی جانکم او تو را آباش گمان کرده گریخته می رود. فهمیدی؟ من خوب اینه کتنی اینه
من خیلی در چشمم مونده مهیره گوشت نمک زدی ببخشید مرحمت دارید این خانه بایر طاهره ها خانه بایر طاهره مرحمت دارید سلام علیکم سلام علیکم مرحمت گذارید ما پدر و مادر احسان بسیار نغز مرحمت گذارید ما آمدن شما را انتظار نبودیم میبخشید همه جا به ترتیب خانه همون کمی تنگ از دین باز آبی خنوک هم نداریم مرحمت گذارید سلام بایر طاهرویچ من و کمپیرم هر دو به خط و خبر اومدیم پیش آدمای خودی میبخشیده میبخشید وای برای دخترش چنان غم خورد که 3 شب و 3 روز خواب نرفته است من حاضر مانت خواب را نه من حاضر بایر طاهرویچ خیزی جانکم او به خانه میمون ها اومدن چه؟ میمون ها اومدن جانکم سلام بایر طاهرویچ من و کمپیرم هر دو به خط و خبر اومدیم پیش آدمای خودی میبخشیده فرض کرده همیتا اون طرفش چی؟ سلام خدا جان خیر بعد چی؟ اون طرفش چی؟ من و شوهرم ما نزد شما آمدیم برای چی آمدید؟ با نیت نیک آمدیم بایرکه بچه هایمون اصل جان مهربان شما و بچه های ما یکدیگر رو نغز دیدن آنها هم خانه شدن باز چی؟ همش همین؟ از شما میپرسم اون طرفش چی؟ بایرکو زندگی چنین بوده است که با بعضی اون نصیب کرده است چنین روزها را بینن با دیگران همین فرزندهایمان سببگار خویش و تباری ما شدن ما باید خدا شویم با همین نیت نیک نزد شما آمدیم حالا همین ترگوید؟ خوش شما در کجا کار میکنید؟ من معلم در مکتب کار میکنم از فن زبان مادری و ادبیات درس میدهم یعنی که اینتلیگنتی معلوماتی عالیدار گویا که همین خیر گپا نبرید من خودم را تعریف کردنی نیستم میبخشید ما خیر شد شما نسل نورست را تربیه میکنید همین طور نه؟ گویا همین خیر مادامی که همین طور باشد شما برای چی دختری کس رو میدوزدید؟ از پدر و مادرش نپرسیده او رو به خانه‌تان ببرید بایرکا باور کنید در اینجا گناه ما نیست ما هم خودمان بخبر ماندیم یک روز 2 کسه در آمدن چی وای پسرتون وای ندید اسمی وای چیه؟ وای تربیه ندید است به انصاف بایرکا آخر بچه های حاضر همین ده از گناهشان گذره نمیگذرم این آباشیست وای خدایا به همش من گناهگار دایم در گوشش میخواندم که بچه کم کوچگردی نکن رفت یگان دختره که نغزه یابی راست گرفت و خانه بیار وای هم گرفت و آورد یگان گپ نشده است گپ همین دخترم برگردانده به خانه بیارید پگاه رفته از بالای شما شکایت میکنم شما را از کار رانده پسرتان را از این لیستو تایی میکنن تا شما را سنده کنم نمیمانم چی؟ دختری ما برای شما خرگوش بود که دیدید و کپیدید و بردید من با عادتهای فیادلی راه نمیدیم وای دیلکمی وای دخترم وای دختری بدبختم دیدید مادرشم از سکته دیر مورد جوابشو شما بدید من کار ندارم خودتان رو به
دست گیرید خدا جون کنی خدا جون بیاید مصلحت کنیم شوهرتون رو به گپ درآیید خدا جون وای گپی مرا از کجا میگیرد وای نمیماند که من یک دهان گپ زنم هیچ گپ نشده است ما در چشم مردم ها چخیل نگاه میکنیم از آیلای آدمانی کلاه خواستگار آمده بودن و همش جواب دادیم گفتیم که دختر هنوز میخواند این استود را تمام کردنش در تو دم تو بگیری رو بگیری تو انا دیگه عصبی که شد نمیماند که یک دهان دختری که بدبخت تو کارو من نبیام تو دم تو بگیر تو بدل بچه بگیر آدی من رو تو بگیر دهان تو تو ساعت من تو ساعت من تو برو تو باشه بس این چی گپ از برای خدا کمک آرام شویدی سیاره دسترخون کشو خدا جون این طرف گذاره خدا جون مزه تمام چشید اینجا گذاره این گذاره مرحمت خدا جون مرحمت در اینجا آدم گرسنه نیست دست شنید شما دست شنید ما وقتی فرزندان گفته با نیت صاف و دل نیک به نزد شما آمدیم مادامی که شما نخواهید ما هرچی رسم و عادت بود به جا آوردیم مادامی که نخواهند چی آج رفتیم سیاره چیزو چاره آورده خون داره نباشه از تیر زمان میده گیرد وای دختری بدبختمه وای دختره کمه وای دختره که بدبختم اکنون احوالم چی میشه بس این چی داد وای دختران زنده و سلامت گشته می آید رفتیم سیاره او چی شاخ شده مونده ای خدا را برگردان آخی روان ما رفتن گیرم پناه خدا آدم های مهمان نواز بوده 24 ساعت پس دختر من بیارید با ملیس خبر بدیم اگر دخترتون برگشتنی باشد میتوانید تلفن کرده رو جغ زنید با گزت می نویسم فیلتون می نویسم انا آمد روزتون رو ببینه گناه ما چی؟ ما دخترتان رو به زوری نآوردیم خودش آمد باز دستی خالی هم نبود چی؟ وای خدایا چیز چاره او کتاب و دفترش رو برداشت آورد ما میتوانستیم این و جیم شینیم گویا هیچ چیز رو ندیدیم و نشنیدیم لیکن شما را شرمنده کردن نخواستیم صدقه آدمگری شوید نخواهید لازم نه رفتیم سیاره چکار کردی تو خدا جان مرم شما ده آدم شیری خام خوردگی گذارید میدانم که باید یکدیگر رو دوست میدارند لیکن چی علاج گذارید کجا من در عمرم اینقدر تحقیر نشنیدم مردها خوب پل میشوند از گناه بایر تایی رو بیش گذارید جانکم شوهرتان رو جغ زنید سیاره برو زود امان خداها جغ میزنن نمیروم التماس میکنم شوهرتان رو جغ زنید چی شخص شده مانده ای خدا رو جغ زن تستر جغ بودگی سکو جغ زن اینو دو طرف نیستم تستر جغ زن آرام شوید جانم شوید آرام شوید خدا کن بس میکنم تحقیر شنیدم دیگر کنی ماهیره دسترخوان آباد کن کنی میشه خداگری همه کنی میشه گیرید کنی مرحمت گیرید خدا جون در اینجا آدم گروسنه نیست از روی عادت شهری اتوف کردم با عادتتان گپمین ما دخترتان رو برمیگردونیم شما گمان کردید که بچه ما کوچگرد وای در مسکو در فاکولته فلسفه میخواند وای تمام کرده معلم اینستیتوت میشود وای پروفسور شدنش ممکن 4 رئیس کلخاص تلفن کردن که دخترشان را بزنی گیرند چندین دختران پریوش با او تلفن میکردن اما وای دختر شما را بزنی میخواست گیرد آرام شوید آرام شوید کدو جان خودتان رو به دست گیرید ما خودمون رو به دست نمیگیریم
دخترتون را منتظر شوید. یک خدا همین گپو چی نکن. توی پوی نمیشود. من به این پستی تو برده نمیتوانم. خدا جان مورم شموده شوهرتون رو به گپ درآورید خدا جان. او گپی مرا از کجا میگیرد؟ وای مجروح کنتوزیا دارد سپرافکای صدمه هم دارد. قهرش بیاید از هیچی سر نمیتابد. روز با عصایش چنان به سری بوگالتر زده بود که کارشان تا به سود رفته رسید. چند سال دادن؟ هیچ چیز نگفتند. برعکس همان بوگالتر را گناهگار حساب کردند. برای عصبی کردن اشتراکچی کندوزیا شده جنگ بوگالتر جریمه هم داد و از همان بخشش هم پرسید. نه دیرمونه باید وقتی گیره میدیم خیلی تو خود داد باید میدیم باید دیگه تو گیره دکمه بخشید مرکو کمه بای کردیم خدا جان این لباس هاری رو بید نصیب کنم گیره جان کم شوید گیره من علاقه فراموش کردم گوشت آب شده رفته از اول همیشه معامله کردن در کار بود. شما باشد شور و غوغا برداشتید. اگه تو شور و غوغا نکنی به مقصد نمیایید نکن. کارم میشه میشه. اوزی خروخه میکشم. بعد از شما با دل صاف و نیت گذارید مرحمت. یعنی مرحمت. شرط و شرایطاتون را گویید. گوش شما با شما. این خیر باشد اول در خانه ما توی بکنیم. با کلینکو در خانه ما او را دوباره به اینجا آوردن چی لازم؟ دو تا توی چی در کار؟ اون ما هنوز بسم الله نگفته شما علاقه عقب گرده میگیره؟ یا چی از صرف و خرج میترسید؟ او اگر زورتان نرسد دخترمانو برگردونید. خیلی بویتر شید بعد گفته میبرید خیلی هیچ گم نه خدا نه گپ در خرج و صرف نه. من میگویم که تشویش کمتر شود. آخر دو تا توی گذراندن خودتون میدونی وزمینتر. در شهر من شرط و شرایط ندارید خانهاتون تنگ است. میبخشید خدا جان ما هم آدمیم و بین آدم ها زندگی میکنیم. در قشلاق توی ما رو که میبیند با قریبی یک جیانی من دخترش رو به شوهر داد یک رستورانی کلان خرید با 300 کس جای داد خودش باشد یک آدمی مقرری او نخواد که ما برابری وی آبرو نداشته باشیم. اگر دانیم که شما از اوده یک توی برآمده نمیتوانید او خودمان یگان علاج میکردیم. مایلش ما فکر کردم میبینیم. چی گفتی سیورا؟ روزی شدم در کار یکا و یگانه پسر داریم امان آدمان چی میگوین؟ این فکر درست است تو؟ بس کن روزی شد. خب مایلش اینه در شهر باشد در شهر توی میکنیم. در قشلاق یک جمع آمده که مایده میکنیم و تمام. خیلی میشه خیر از طرف شما چند کس میشود؟ بسیار شود 10 کس. از طرف شما چی؟ چرا 10 کس؟ از طرف ما 100 کس میشود. این خیلی باشد از طرف ما 292 کس میشود. واه این قدر آدم را از کجا میابی؟ او دعوت کنیم میویم. کنی ماهیرا با خودها کاغذ و قلم بکنی. مرحمت گیرید خدا سر کردیم. شما تیار می خدا؟ بله. تیار کی باشه سر کردیم. گوشت 2 گاو 6 گوسفند 60 مرغ 45 کپک 7 قوطی روغن مسکه 1 فلیک روغن 1 فلیک عسل لیمو 100 دانه. نوشتید می؟ کلباسه کپچانی 50 دانه کلباسه دکترسکی 50 دانه سیر گلاندی 1 قوطی. oysta xola mı testiz? Meşada. Çaka 20 kilogram, 6 namut gazak, 50 kutu tuxmi mohi surxaş, 50 toy digaraş siyah ikra. 1 sentr sev, 1 sentr angur, nim sentr zardolu, 5 xalta ort, 4 kutu konfeti rasiski. Nağzaş da ku. 2 xalta şakar, 2 sentr pomidor, 1 sentr bodri. Xeyli ku hamina. Ama yine kim mi xura?
او در روی میز مونه میخورم اکنون با مشروبات میگذاریم 500 شیشه آب معدنی 20 کیلوگرم چای انا بود چی بوده باید دیگه مشروبات کمتر شود چی؟ خدا ما توی میکنیم یا گون معرکه چه یا چی از پولتون ترسید شما نه گپ در سر پول نه آخر نوشو که بسیار میمونون نوشن مست میشن توی ویران میشن توبه کردم خدا مست شد برداشته خونهش ما ببرم نمیخه آدم ها هست این من خنداده خدا جده یکو بار توی بکنم اکو با چی بگذاریم با لباس یا خوراکه بوده آزوکا خوراک اکو با لباس بگذاریم اصل یعنی دختری من 5 خاله دارد 3 جیانش هست شکر خدا 6 کلین دارد 4 خواهر دوگانه جانی دارد با همه آنها یک تای پالتوی بلگیایی و لاما یک تای شال یاپونی خیلی روی بالا بغیر از این 5 اکا دارد 4 اکا دارد 2 عمق دارد خیلی من ما 2 چالو کمپانی دیگه با همه آنها یک تا کاستوم بروکی فاسو اگه برای ما 2 چالو کمپانی اگه چیزی که خودم کنید کردن گیرید خو نخو مردم از شما میپرسند که شما با خداها چی توفه کردید یا این کاری شما چی با ما توفه کنید خب همه این چند پول میشود آخه اگه حساب کرده برای خدا آخه همه ما حساب کنیم چی؟ همه همین در گردن ما میشود نباشد در گردن کی؟ کی کلی میکنم شما کلی میکنید یا ما خدا او میگریفتگی او صرف میکند آخه این خلکی باشد اکنون گپی ما رو گوش کنید ما هم دوست و دشمن داریم با قریبی برادر این کس به پسرش زن داد 400 کس رو به توی دعوت کردن 200 کس از طرف کلین بود و 200 کس از طرف داماد خسور به دامادش ماشین خارجی توفه کرد ما از آنها کم نبودگیستیم آبروی پسرمون آبروی ما مقصدتون چی خدا جان؟ مقصدمون همین که ما راضی چه راضی؟ از طرف خود هم ما گفتگی های شما را اجرا میکنیم لیکن شما هم خدا جان ما رو نرنجانید احسان 5 عمک و 6 خاله دارد کدوم خاله خوش بود؟ تو چی میشی؟ نخود چند عمک و خاله داشتنی پسرم را ندانم اینها خشانی پدری پسرم بودند از طرف مادرش یعنی از طرف من احسان بابای ماما دارد ماماش که مردگی کو؟ تو پدرخواند و مادرخواندت را فراموش کردی چی؟ ما هم بکی چی توفه کردن رو فکر کرده روی خطش رو به شما میفرستیم مهمانان از طرف شما 92 کس 292 کس باشند از طرف ما همگی 293 کس او این قدر آدم رو از کجا میابید خدا جان؟ دعوت کنه میآیند او در کجا جای میکنید؟ خدا جان در مهمان خانه از حساب شما مایلش خیلی ما راضی بید یک مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی برپا میشد توی یک توی خوش روی یک محفل کنیم دردی دل کنیم غم ها دور کنیم توی سر کنیم مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی با هم راز کنه دل ها باز کنه بین هم دیگر صحبت ساز کنه مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک
یک توی خوشروی. سیاره اینجا بیا زود. اینجا بیا. تو یک با این رقمون نگاه کن. برای خرج و صرف توی 18350 سومون لازم. چقدر؟ 6100 دلار قریب. او بیارم. بیامون؟ اینقدر پول از کجا میابی؟ از کجا میابی؟ ماشینه میفروشیم. ای بست. چرا ای بوده است؟ ماشینه که به ما بی پول دادند. اون را چه خیلی به بازار میبراریم. ای بست. خیلی کی باشد؟ من فروش. تو را هیچ کس نمیگیرد. سواری 1000 سومون دیگر اضافه کنم تو را هیچ کس نمیگیرد. این گپت یک باری دیگر شنوم خودم را با همین دستان خودم بوغی کرده میکشم. فهمیدی؟ آرام شو. شوخی را نمیفهمی. نمیفهمم. یک و یگانه پسر خانه دار میکنیم و تا از بحر یک ماشین چه گذشته نمیتوانی. مرا مسخره میکنی چی؟ سیاره تو گپی مرا نفهمیدی. من گفتنی که 3000 سومون داره. اینم پولی کم نیست. با همین قدر پول یک توی خوشرو گذراندن ممکن. و پای رو با چینی کورپا دراز کردن در کجا نکن؟ چخیل چینی کورپا بوده است؟ یا پسرمان با توی درست سزاوار نیست؟ کویچگرد است؟ آدمان چی میگوین؟ با چشم خدا چخیل نگاه میکنیم. او خودتون دیدید که پدری کلین چخیل آدمی عصبی است. پیش آنها رازیگی دادی و اکنون سرکشی میکنی. اما آن خصیصی نکن. چند پولی که در توی داماد سر شود همون قدر پول از طرف دختر می آید. یگان سومی ما صرف نمی شود. 300 کس رو دعوت کنیم 300 توفه میگیریم. اما آن دنیا در گردش. یک بار با گپ من گوش کن. گوش نمی کنم. گپایت همش احمق خانه. از همین جنجال بیهوده چی فایده؟ خودت اندیشه کن. همه را خورانده و پوشانده و با توفه دادن لازم می آید. این نرخ خراجاتی در شهر توی میگذراندگی آخر در قشلاق هم یک معرکچه کردن در کار. نرخ این با 20000 سومون میرسد. این قدر پول را ما کجا میابیم؟ بچه ها میدونی که استودنت یک پول پوچک هم ندارند. خیره نه. مایلش اگر نصف همین مبلغ به همون نوخانه‌دارا میرسید هیچ گپ نبود. مایلش بود. لیکن با آنها هیچ چیز نمیرسد. یک بار لباس علیش میکنند و تمام باقی مانده‌اش به باد فنا میرسد. این خراجات های دبدبه‌ناک، این خودنمایی ها، این توی های دبدبه‌ناک با کی در کار؟ قرض میگیرند و تمام عمر بعد تگی قرض میمانندند. آخر مردم کور نیستن میبینند که سیاره. بس کن. بس. باز یگان کس گپت را نشنود. او برای اون توی میکنند که دست در خان آباد باشد. او همه آدمان همین خیل توی میکنند. همین قدر سال یک جای زندگی میکردم و تا این درجه خسیس بودنت رو من نفهمیدم. در وقتش میفهمیدم قدمت به این خانه نمیموندم. تو به قدری نیکی هم نمیرسی. از یادت رفت چه زنت رو در بیمارخانه پرتافته خودش با مردکی جوان برآورده رفت. اون وقت تو کودک بر این گریه میکرد. من تو رو به خانه هم آوردم، با پا خیزاندم. همین را فراموش کردی. اما سیاره آخر آرام شو. من یگان چیز را فراموش نکردم.
نیکی ها در یادم هست لیکن آخه وضعیت من رو هم تصور کن. من نوشتم که من مجروح هستم، اشتراکچی جنگ هستم. آخر احوالم وزمین است. با من ماشین به پول دادند. آخر آن را چه خیلی من با بازار میبرارم. آخر ای بست سیاره است. دقت دقت با گفت یونانیان قدیم فوکوس ماکوس. زیبید است. مبارک شود. سلام اوچه جان. سلام دادا جان. سلام. خیر گپ زنید پیش خدا رفته بوده؟ ها رفتیم. آفرین آفرین. خداها معقول شدن؟ ها معقول شدن. خیر نرخی دخترشون چند سوم بوده است؟ احسان تو چی ها میگویی؟ شوخی میکنم اصل جان، شوخی میکنم. خیر گپ زنید دادا. با چی قرار اومدی؟ عموما عهد و پیمان کردیم. خلاص چی گپ؟ مانند کلوش‌های چپا پوشیدگی به هر طرف نگاه میکنی. از پدرت پرس. دادا خدا شما رو رنجوندن؟ نه. پس چی شد؟ چی میشد بچه؟ آنها توی نقص کردنی. خوش چی و چقدر لازم بودنش گفتن ولی راضی شد. انا اکنون همش رو حساب کتاب کرده دید قریب کفی در رود. بسیار قیمت میگوید. اینقدر خراجات چی لازم میگوید گویا که از آسمان فرا آمده باشد. این خیلی خصیصیش رو من ندیدم بچه. من که مردم خودت مرا گره چپ کن. او رو نمان بچه او هیچ کس رو به مردنم نمیماند. دستش رسد کفنم رو فروخته به یگانجا پول بینام میکند. من فکرم کردگی که اینجا در صندوق چند متر سفید چند متر بغمد استد چند شیشه چه سخنهای دهشتناک. از شنیدنشان میترسم. نه ترس اصل جان. اوچه جانی من کمش 50 سال دیگر امور دارد. فرزندانم خوشمندم گپ مرا درست فهمید. مادرتان سهل محبت میکند. همه خرج و صرف توی را حساب کردیم قریب 20,000 سومان میشود. خیر من اینجا همش نوشتگی. اینجا 2 گو 6 گوسفند و 1 ری و کپک و مرغ و من بعد اصل جان مهربان ما 19 تا خیش و تبار نزدیک خاله ها تقا ها امک ها پایتوی لاما همش 19 نفر. من همش خیلی خاله اما من فقط یک خاله دارم. حاضر خودش به مادرم تلفن کرده میگویم که مسخره بازی رو بس کنه. مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی برپا میشد توی یک توی خوش روی. یک محفل کنیم دردی دل کنیم غم ها دور کنیم توی و سر کنیم. مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی. با هم راست کنه دل ها باز کنه بین هم دیگر صحبت ساز کنه. مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی یک توی خوش روی. مکن فراموش بگاه شنبه برپا میشد توی